با عرض سلام، وقت بخیر. در خدمتتون هستم با اولین ویدیو از مجموعه ویدیوهای مربوط به روانشناسی معاملات توی بازارهای مالی. پیشاپیش ازتون عذرخواهی میکنم اگر کیفیت ویدیوها خیلی مناسب نبود، چون من به شخص خودم رو مدرس نمیدونم، صرفا دارم تجربیاتی که توی این بازه 7-8 ساله‌ای که توی بازارهای مالی فعالیت داشتم رو ارائه میکنم. امیدوارم که حداقل برای یک نفر مفید باشه، بتونه ازشون استفاده بکنه و راهی که من توی 7-8 سال طی کردم رو فرد دیگه‌ای بتونه کمتر زمان بذاره براش و زودتر به اون نتیجه و مقصد مورد نظر خودش برسه. توی اولین ویدیو از فصل اول و اولین عنوانی که دارید مشاهده میکنید تفاوت بازار در واقعیت و ذهن معامله‌گران هستش که میخوایم راجبش صحبت بکنیم و اینکه چرا بیشتر تریدرها توی این بازارهای مالی شکست میخورن و اصلا آیا چنین چیزی درسته یا نه. چون ما شبکه‌های اجتماعی رو که می‌بینیم، گروه‌های تلگرامی رو که می‌بینیم، همه دارن سود میکنن، همه دارن برداشت میزنن از پراپا. آیا چنین چیزی صحت داره، واقعیت داره؟ اگر به این صورت هستش که خب چرا اصلا بازارهای مالی وجود داره؟ اگر نه، فردی توی این بازارها به سوددهی نمیرسه، نمیتونه برداشتی داشته باشه، چرا پس افراد زیادی درگیر این بازار و معاملات میشن؟ خب دلیل این که چرا بیشتر تریدرها شکست میخورن، خب یک بخشیش از این نشأت میگیره که با انتظارات اشتباهی وارد بازارهای مالی میشن و به این صورت هستش که طبیعتا افراد اولین چیزی که مشاهده میکنن و باهاش وارد بازارهای مالی میشن این مورد هستش. یعنی شما توی اینستاگرام، توی یوتیوب، توی حالا هر شبکه اجتماعی یک فردی رو میبینید یا توک این مثلا برج نشسته یا پشت این ماشین نشسته یا خودش رو دستگاه ATM میدونه، همینجوری داره پول پخش میکنه این ور اون ور و شما وقتی چنین فردی رو میبینید وسوسه میشید و خب تصور میکنید که خب من هم در اولین قدم، در اولین گام که وارد این بازار شدم، روی اولین معاملم باید بتونم که حالا اگر اینجا وارد نمیشم، اینجا نمیتونم برم، حداقل دیگه این طبقات میانی رو بتونم که بگیرم و توش ساکن بشم. ولی خب بعد از چند ماه فعالیت چیزی که مارکت تحویلتون میده یه چنین چیزی هستش، یه چنین شخصی هستش. دردناکه، میدونم این مورد رو شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید اگر با این انتظارات وارد مارکت نشدید خیلی خوش شانس بودید، خیلی اصولی احتمالاً تونستید وارد مارکت بشید، ولی احتمالاً همون 90% 95% افرادی که حالا مخصوصا توی جامعه خودمون وارد بازار مالی شدن، حالا چه رمز ارزها، چه فارکس، چه بورس، فرقی نمیکنه، این تجربه رو داشتم. من خودم این تجربه رو داشتم چون خودم هم با همین انتظارات اصلا وارد مارکت شده بودم و این چیزی نیست که به خاطرش بخوایم خجالت بکشیم، جایی نخوایم عنوان بکنیم، نه. طبیعتاً ورود ما به این مارکت دلیلی داشته برای خودمون و میخواستیم به هدفی برسیم و خب این اشتباهی که ما انجام دادیم مقصرش مارکت نیست که بخواد به ما بدهکار باشه یا چیزی رو بخواد با ما تصویر حساب بکنه و خب مشکلی هم نداره، شما با یک انتظار اشتباهی وارد مارکت میشید و هر جا بتونید اون انتظار اشتباه رو تصحیح بکنید، از همونجا میشه نقطه صفر شما که میتونید حالا به سمت مثبت پیش برید و روند خوبی رو طی بکنید. پس این موردی هستش که طبیعتاً یکی از اتفاقاتی هستش که برای افرادی که وارد
مارکت و بازارهای مالی میشن میفته. و خب بعد از این که با اون تصورات اشتباه وارد مارکت میشن، معاملاتی انجام میدن، نتیجه دلخواهشون رو طبیعتا نداره و وارد این چرخه و این دام و مجموعه اشتباهات میشن. ببینید این دوره هایی که اینجا لیست شده همشون دوره های خوبیه، همشون جز دوره های افرادی هستش که احتمالاً توی مارکت سودده هستن. اگر نبودن اصلا چنین دوره هایی رو ارائه نمی کردن، به چنین مخاطب هایی دست پیدا نمی کردن. ولی مشکل ما چیه؟ که مثلا دوره شخص البروکس رو می بینیم، چند تا ترید باهاش می کنیم، وضعیت خوبی داره، میگیم تموم شد، ما دیگه اون راز مارکت رو کشف کردیم و بعدش یهوی بازه درادان و حالا به عنوان مثال منفی توی اکانتمون میبینیم، از البروکس کوچ میکنیم، به عنوان مثال میریم سراغ فانتوم. باز بعد از دیدن دوره فانتوم چند تا ترید خوب داریم، مجدد وارد چرخه ضرر به عنوان مثال میشیم، دو تا ترید بد و ضررده داریم، میریم سراغ دوره فوتون، بعدش میریم آلفونسو، عرضه و تقاضا میبینیم، سمسیدن رو میبینیم و باعث میشه که ما روی یک دوره، یک استراتژی و یک پلنی که میتونه برامون سودده باشه تمرکز نکنیم، هی تغییرات داشته باشیم در ذهن خودمون، در استراتژی که داریم باش ترید میگیریم و در دوره‌ای که داریم میبینیم و زمان ارزشمند خودمون رو از دست بدیم. هیچ دلیلی نداره که همه افرادی که وارد مارکت میشن بخوام بعد از 7 سال، بعد از 10 سال به سوددهی برسن. نه، اصلا چنین چیزی اجباری نیست. بله ممکنه برای یک شخصی زمان بر باشه، شخصی که اشتباه میکنه، شخصی که گام‌های اشتباهی توی مارکت برمی‌داره، اما دلیلی نداره که همه افراد همون بازه زمانی رو بخوان طی بکنن. احتمالاً هم شما خودتون توی حالا شبکه‌های اجتماعی دیدید شخصی هستش که به عنوان مثال میگم با خط روند صرفاً ترید میکنه و سودده هستش، یا مثلا با مووینگ اوریج ترید میکنه. چنین اشخاصی هستن توی مارکت، نمیشه گفت که نه اصلا چنین افرادی وجود ندارن. ولی چی میشه که ما توی این دام میافتیم؟ اینا رو میخوایم توی این دوره با هم دیگه ریز به ریز جزئیاتش رو مرحله مرحله، ویدیو به ویدیو پیش بریم و اگر نیاز باشه روشون کار بکنیم که بخوایم زودتر به اون نتیجه مطلوبمون برسیم. پس تا اینجا ما یک چیزی رو متوجه شدیم که احتمالاً مشکل از سبک، شخص و پلن معاملاتی نیست. احتمالاً یه جایی مشکل درون خودمونه، درون خودمون که بهش پایبند نیستیم، به استراتژی مربوطه پایبند نیستیم، به سبک مورد نظرمون پایبند نیستیم. فکر میکنیم که این دوره هایی که وجود داره، به عنوان مثال دوره بعدی که ببینیم دیگه راز مارکت رو برای ما کشف میکنه، در حالی که توی مارکت هیچ رازی وجود نداره. اصلا اگر رازی توی مارکت وجود داشت که خب همه کشف میکردن و همه توی اون نوک برج نشسته بودن و اصلا دیگه کسی کار نمیکرد، هیچ کار دیگه‌ای در جهان انجام نمیشد، همه میومدن پشت چارت میشستن، شروع میکردن به معامله گرفتن. پس رازی وجود نداره، هر چیزی که هست درون خودمونه، درون ذهن خودمونه. اگر سودده نشدیم، اگر داریم دست و پنجه نرم میکنیم با درادان، ضررهای پشت هم، احتمالاً مشکل یه جایی توی ذهن خودمون که باید روش کار کنیم و اگر روی ذهن خودمون کار نکنیم میشیم
به عنوان مثال میشیم شخص خود من که سالهای زیادی وقت گذاشتم. چرا؟ چون نه که نمیخواستم روی ذهنم کار بکنم، نه، تصورم این بود که من ذهنیت قوی دارم، هیچ مشکلی ندارم، مشکل از استراتژیه. ولی خب قطعا به این صورت نیست دیگه، چون هستن خیلی از افرادی که با سبک البروکس، مایکل، سمسیدن، عرضه و تقاضا و غیره معامله میکنن و سوددهن. و اگر یک سبکی برای یک شخصی میتونه کار بکنه، اگر ذهنیت درستی داشته باشید برای شما هم میتونه کار بکنه. من قبول دارم این مورد رو که هر سبکی مناسب ذهنیت همه افراد نیست. اصلا کسی این مورد رو انکار نمیکنه، این کاملا درسته. ولی همه چیز در نهایت برمیگرده به ذهنیتمون که باید روش کار بکنیم و اگر میخوایم توی این بازار و مارکت موفق باشیم، نه که درستش بکنیم، بشناسیم که چی تو ذهنمون میگذره، احساساتمون به چه صورت هست، کجا باید جلوی خودمون رو بگیریم، چطور میتونیم جلوی خودمون رو بگیریم. و اگر این موارد رو بدونیم، اون لحظه حساسی که باعث میشه ما اکانت هامون رو از دست بدیم، ضررهای متوالی داشته باشیم، با مدیریت خودمون اون لحظه رو که بگذرونیم مجدد میتونیم که به کارمون توی مارکت ادامه بدیم. پس توی این ویدیو اول من چون نمیخوام ویدیو اول خیلی طولانی بشه جمع‌بندی میکنم. امیدوارم که این مجموعه ویدیوها ادامه دار باشه و امیدوارم میگم حداقل برای یک نفر مفید باشه و بتونه ازش استفاده بکنه. خب این چیزی بود که من اول ویدیو گفتم، اگر اشتباه شروع کردیم مجبور نیستیم به اشتباه ادامه بدیم. یعنی ما اگر وارد مارکت شدیم، جایی فهمیدیم که به درد این مارکت نمیخوریم، مجبور نیستیم ادامه بدیم. زمان داریم، وقت داریم، به جای اینکه زمان و وقت خودمون رو بخوایم هدر بدیم، میتونیم روی حوزه دیگه‌ای بذاریم و توی اون حوزه با موفقیت برسیم. و اگر با انتظار اشتباهی وارد مارکت شدیم، میتونیم که این انتظارات خودمون رو اصلاح بکنیم و در نهایت با انتظارات جدیدی که برای خودمون میسازیم، انتظارات معقولی که داریم، به فعالیت توی مارکت ادامه بدیم. هیچ مشکلی هم نداره. مورد بعد این که مشکل همیشه از استراتژی نیست. قطعا خودتون میدونید، اگر نمیدونستید قطعا این ویدیو رو تا اینجا ندیده بودید، تماشا نمی کردید. ته ذهنتون خودتون این مورد رو میدونید. اگر با خودتون خلوت کنید، به اون صدای داخل ذهنتون، اون صدایی که داخل مغزتون گاهی اوقات باهاتون صحبت میکنه گوش بدید، این مورد رو قطعا خودتون هم اعتراف میکنید که مشکل همیشه از استراتژی و دوره نیست و ذهن ناپایدار در نهایت باعث تغییر مداوم استراتژی و دوره میشه. یعنی یه جایی درونتون قبول نمیکنه که، مثال میگم، روزی من، یعنی چیزی که در نهایت مارکت به من میخواد، مارکت به هیچ کس بدهکار نیست، چیزی که مثلا مارکت امروز با این استراتژی به من میخواد بده 2% اکانتمه، چیزی که مارکت در این ماه به من میخواد بده 2% اکانتمه و نباید من دنبال این باشم که در این ماه 30% بگیرم، ماه بعدی 30%، هر فصل اکانتمو بکنم 2 برابر. نه، اصلا چنین چیزی همون انتظارات اشتباهه، همون لامبورگینی و ماشین و برج خلیفه و ایناست. اگر انتظارات اشتباه داشته باشید و تو مارکت به فعالیت ادامه بدید، مارکت انقدر اذیتتون میکنه
انقدر بهتون درس میده تا در نهایت انتظارات خودتون اصلاح بشه و با انتظارات و حالا تصورات درست تو مارکت ادامه بدید. و اگر از درس هایی که مارکت میخواد بهتون بده چیزی یاد نگیرید، در نهایت منجر به شکست میشه براتون و یا این مارکت و این فضای فعالیت رو ترک میکنید یا اینکه اکانت های متوالی رو از دست میدید. من تصمیم گرفتم راهی رو که حالا توی این چند سال اومدم رو تجربیات شخصی خودم، این چیزهایی که توی این مجموعه ویدیوها میخوام بگم که طولانیش هم نمی کنم دیگه، کم کم به اتمام میره صحبتش میکنم، تجربیات شخص خودمه. ممکنه که اصلا اشتباه باشه، چیزی وحی منزل نیست توی این مارکت، اما اگر فکر کردید براتون میتونه که کارکرد داشته باشه با من همراه باشید. این مجموعه موارد چیزی هم نیست که حالا مثل دوره های آموزشی دیگه من بخوام بهتون بگم که بشینید یادداشت برداری بکنید، نوت برداری بکنید. نه، یه کلیکی ته ذهنتون باید بخوره. حتی اگر کار دیگه ای دارید انجام میدید، این ویدیو رو میتونید پلی بکنید، اگر توی ذهنتون بشینه، اگر باهاش ارتباط برقرار بکنید، حتی این دوره هم نه، دورهای روانشناسی ترید دیگه اگر میخواید مشاهده بکنید هیچ فرقی نمیکنه، نگاه بکنید، در نهایت ذهنتون با یک شخص توی روانشناسی ترید ارتباط برقرار میکنه. همون رو ادامه بدید، ویدیوهاش رو ببینید، در پس ذهنتون، در ناخودآگاه خودتون این مورد اگر بشینه ازش میتونید استفاده بکنید. پس نیازی نیست که ما بیایم این موارد رو تک به تک بخوایم بنویسیم، نه، همراه باشید، ویدیو به ویدیو با هم دیگه پیش میریم. اگر موردی مشکلی هم فکر میکردید هست به هم اطلاع بدید، راه ارتباطی حالا توی کامنت ها و غیره، هیچ مشکلی وجود نداره، در خدمتتون هستم. ویدیو رو طولانی نمی کنم، امیدوارم که مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.